او تو تمثیل میکنه. من از اون بچه که امروز که ماجرا بحث داشت، من براش گفتم باشه، باز خوب بچه جوان و بسیار هوشیار بود، فهمیده بود، داخل قناعت کرد. تقریبا 1 ساعت یا نیم ساعت اینا چیز قناعت کرد. من گفتم باشه جان، سایکو سمی یوسف میگه که 1 ساعت 2 ساعت رقصیدن و ساز زدن و دول زدن و چی زدن، آل آخر میگه دعا میکنه که عبادت ما رو خداوند چی کنه؟ قبول کنه. پس اگر ساز و دول عبادت است و تو پذیرفتی که عبادت است، چرا رسول الله صلی الله علیه و آله وقت دول و تنبور نگرفت، عبادت انجام نداد؟ اگر جز دین است خب باید پیغمبر میکرد. یا سمی یوسف غلط کرده یا پیغمبر دین برای مردم درست تبلیغ نکرده، در حالی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم کل دین تبلیغ کرده. پس این مردکه چی است؟ گمراه و بیراه هست و این عبادت از چی است؟ عبادت نیستی چی است؟ بعضی اوقات بعضی نکات باریک در عقیده هست که بعضی کسا نمیفهمن. آدم مثلا بسیاری وقتا عمل ببینید دیگاه بار است، پلو بار است، میلاد نبی رو تجلیل میکنن، نه؟ و هر کس که میلاد نبی رو تجلیل نکرد او دیگه خوب آدم نیست، او وهابی است، او چطور است، او است، سرش 16 قسم نام میمونه. اما همین نفر نمیمونه که چرا میلاد نبی رو ابوبکر صدیق تجلیل نکردن؟ بکش برام سند که ابوبکر صدیق میلاد نبی رو تجلیل کرده و امیرالمومنین بود، خلیفه مسلمانا بود. چرا مهاجرین و انصار کتش بود؟ کبار صحابه چرا تجلیل نکردن؟ آیا محبت تو از محبت ابوبکر صدیق را بیشتر است؟ چرا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه که امیرالمؤمنین است و خلیفه مسلمانان هست، چرا در 3 قاره جهان بیرق اسلام بالا میشه در عصر عمر، چرا در او وقت نمیگه که بخیزین میلاد تجلیل بکنین؟ برین یک سند، خو اسلام خو کلش مستند است. چرا عثمان رضی الله تعالی عنه، چرا علی رضی الله تعالی عنه، چرا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در کتابایش در کتابای فقه باب تجلیل المیلاد چرا نیست؟ پس امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام کل آغاز تاریخش میخوانید چه وقت است؟ میگه در زمان فاطمی ها وقتی که اونجا حکومت تشیع بود، وقتی عاشورا را تجلیل میکردن، گفتن بیاین برای اهل سنت هم یک چی کنیم که یا خفه نشه که اون برای اهل تشیع عاشورا را چیز کنیم، بیاین برای ازیا هم چی کنیم، معادل عاشورای ازیا میلاد بسازیم، یا بخیزن و مثلا دیگار را بار کنن و کاکا بیاین و صدر پیبتن 16 تا نواسی خدا بیاره، خودشان پخته کنن، خودشان بخورن. لیویس نهم چی کرد؟ لیویس نهم گفت که این حلقات سیرت که باید صحابه رسول الله صلی باید 2 ماه 3 ماه 4 ماه جوانه بیاین چی رو بخونن؟ شخصیت سیاسی رسول الله صلی الله علیه و آله بخوانن، شخصیت اجتماعی رسول الله صلی الله علیه و آله بخوانن، شخصیت فکری رسول الله صلی الله علیه و آله بخوانن، شخصیت اعتقادی رسول الله صلی الله علیه و آله بخوانن. ما کتاب نشگیم در درس‌های از سیرت نبی 28 مثلا 29 بخش شخصیت رسول الله صلی الله علیه و آله، برای هر کدام یک مقاله که شخصیت سیاسی رسول الله صلی الله علیه و آله، شخصیت اجتماعی رسول الله صلی الله علیه و آله، در جامعه چه قسم زندگی میکرد، شخصیت جهادی رسول الله صلی الله علیه و آله چه قسم جهاد کرده. حالا بسیاری کساس نه حالا صاحب برجبو یک رسول الله جهاد کرده، نه دوستای خارجی و داخلی خفه نشه، همین کلمه که جهاد آلگک چرا تو دزه میدانه که تان شور نتی. خب آلگک همین جهاد و شهادتی گپا یا ربانین دیگه. بعد خیر تو چه قسم پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم هستی؟ بخوان شخصیت جهادی رسول الله صلی الله علیه و سلم که در چندین معرکه چه کرده؟ اشتراک کرده. قبول داری یا نداری اونمون رسول ما اینمی کار کرده، در سرایا روان کرده، حکومت اسلامی رو تأسیس کردن. کس خوش داره یا نداره اونمون رسول الله صلی الله علیه و حکومت بزرگ با اینمی صلاح حمله کردن، سرش هجوم آوردن، کل قوتهای کفر آمدن در غزوه خندق، لکن رسول الله صلی الله علیه و آله اونمون در مقابل استاده شدن و الله پیروز ساختشان و بالاخره نظام اسلام. کس قبول داره یا نداره این